شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. او را به چه حال آوردند؟ آقای نهاد، آقای نهاد، به خدایت آقای نهاد. کی بودن این قاتل بلال رو میدونم گفتید، با من بگویید. پسر امید را شوهر شما نکشته است و شوهر شما تهمت کردند. شما چه ها میگویید آقای نهاد؟ اگر این گفته هایتان راست باشند؟ راست است اپای زلال، من که بودن قاتل بلال را میدونم. میگویم که سلیمان بلال را کشت. یعنی آقای رافی پسر دادرش را کشته است؟ بله اپا، خودم دیدم. اگر این طور باشد بین من و آقای حامد دوای خونی دیگر نمیماند، همینطور؟ بله نمیماند. حقیقت را به حامد میگویید؟ بله گفتنی بودم، اما رافع مرا دستگیر کرده در اینجا بس اپای زلال. این شب مرا کشته نیست. خدایا تو را شکر میگویم، برادرم نجات یافت. یعنی سربازان به سوی مرد می آیند؟ بله برفین، باید یگان کاری کرد. طاهر، تو خودت تنها چی کار کرده می توانی؟ با کدام راه آمدن سربازان رو می دونستیم رفته خبر می دادیم. لیکن ما نمیدونیم. سینان همه سربازان را نیست میکند. این دختر کیست؟ خواهرم. آقای عارف چی گپ است؟ مردم ده هم مسلح شده در میدان جمع شدند. سینان ها در کجاست؟ با آدمانش در درآمدگاه دیها برای دام گذاشتن جایی موافق میکوبند. طاهر در کجا؟ برفی نیست. اکرم خودش تنها چیکار میکند؟ امک عارف، به طاهر کمک کنید. خواهش میکنم امک عارف. همه با من گوش کنید. سینان مرا میجوید. من دکتری دهه آبی کنان نامم طاهر. سربازان شما رو محافظت میکنند. بهانه زد و خورد نکنید. نترسید، نروید. بعد سلاحداران همه رو نابود میکنند. اگر مبارزه بردن خواهید با سلاحداران مبارزه برید. دکتر زود کنید. سینان میآید، گوریز. زود باش. شما باشه در اینجا بودن دکتر را به هیچ کس نگویید. میلش همه آمادن، کنی هم از فت من. آفرین، راه گردید، میرویم. با من بیایید. دکتر رفتند. برو زودتر را زودتر.
اول رئیس دیه را یافته از او کمک باید پرسم. بیا. بیا رفتم. تو در اینجا چیکار میکنی طاهر؟ همراه زینب با سینان میگریزیم. برفین هم در همین دیه هست گفتند. خواطر نشو، همراه زینب است. خدا را شکر. زودتر مرا به نزد برفین بر. یلماز، سینان مردم دیه را جمع کرده به سربازانی که به اینجا میآیند دام میگذارد. چه؟ شماره سلاحداران زیاد از همه سربازان هلاک میشوند. خائنی بی‌ناموس. با من یوریدی. تو سلاح داری؟ نه، لیکن باید صدر راهشون شویم. ای برادر گوش کن، مرا کیا زود میکنه؟ نمیدونم. یک از بنزدتون آمده است. عجبا کی باشد؟ نیاد؟ بخیر است برادر؟ چی گپ شد؟ این چی احوال است؟ آقای رفیع مرا به این احوال آوردند. برای چی؟ برای چی؟ برای چی حکم این کارو کردن؟ برای اون که قاتل بلال رو میدونم. تو چی میگویی؟ کی بوده است؟ آقای حمید پسرتان بلال رو آقای رفیع پران. تو چی گفتی ابله؟ چی گفتی؟ کنی به من راستش رو گوی؟ به خدا راست است. خواهید باور کنید نخواهید باور نکنید. قسم میخورم با چشمان خودم دیدم آقای رفیع بلال رو پران. اینجا بیایید برادران عزیز، بیایید اینجا جمع شوید. انا همین خیل به من گوش کنید. یک چند نفرتان به بالای دو تپه میبرایید، دیگران باشند در درآمدگاهی ده میستند. وقتی که سربازان به ده میدرآیند از سه طرف به آنها آتش میکشاید. هر نفری که سربازان را نمیپراند او را به قتل میرسانیم. دانسته باشید. انا کنون روید، زود جایتان را گیرید. زودتر باشید، روید، زودتر باشید. یلماز چی میکوبی؟ سلاح. چاره دیگر ندارم طاهر. شرف مدیا تقدیم میکند. همتون را با اون دنیا میفرستم. صدا
الخطة يلي عم ننفذها ضد الدولة حتى نقدر نسيطر على السلطة بالبلد ما بقى عم تنفع بهالأيام. ما بقى فينا نجر الشعب للشوارع مثل أول. يعني أغلب المظاهرات اللي عم نحاول نعملها عم تفشل بآخر لحظة. هذا كله لأنه الشعب رجعت له ثقته بنفسه. هلأ الناس صارت تستوعب بعضها وصار صعب صنع مشكلة بيناتهم. يعني باختصار خططنا اللي كنا نستعملها ما بقى عم تنفعنا هالأيام. حتى أهل الريف البسطاء صار عندهم علم بأنه حرق جامع أو قتل رجل دين عم بيكون لصنع نعرة طائفية. مشان هيك صاروا عم يستوعبوا كل اللي عم بيصير. في شغلة لازم تعرفوها، وهي إنه نحن من زمان ولهلأ لساتنا عم نستهدف الرجال الوطنيين وعم نحاول نقلب الرأي العام عليهم. ما بقى وسيلة إلا واستخدمناها. حاولنا نغير صورتهم عن طريق الإعلام وحاولنا ننشر عنهم شوية فضايح أخلاقية، بس ما في فائدة. كل مالهم عم يقووا أكتر وعم يزيد حبهم عند الشعب، بينما نحن بهذا الوقت عم ينقص نفوذنا شوي شوي وعم نخسر الثقة اللي كانت ممنوحة إلنا من القلة الموجودة. إذا قدرت الحكومة الموجودة حاليا توقف على رجليها فهذا بيعني شيء واحد، هو نهاية تنظيمنا بالكامل. لهيك لازم نشعل المنطقة بحرب داخلية. ويمكن تبين معكم إنه الحرب الكردية التركية عم تصير بمنطقة معينة وما عم تنتشر بأنحاء الدولة كلها. لهيك لازم نركز على الطوائف التانية ونحاول نصنع فتنة أقوى تنتشر بأنحاء الدولة كلها وننجح بمهمتنا. الحرب التركية الكردية صارت أشبه بالخطة المستهلكة، يعني صارت كرت محروق. بينما قيام حرب جديدة بين الطوائف الثانية رح تكون الضربة القوية الموجهة للدولة. لهيك رح نحاول نأذي طائفة معينة ونحطها بظهر الطائفة الثانية. بهالطريقة بيصير هدر الدم بطريقة جنونية ما بنعرف نهايتها. الحرب الطائفية ما بتكفي، لازم نوسعها لتصير حرب موجهة ضد الإسلام نفسه. في عنا كتير من المؤيدين للحرب ضد الإسلام. ما لازم نحن نهمل هالناحية، لأنه في كتير دول تانية رح تكون معنا وتدعمنا بهالحرب. هلأ نحن بمشكلة حقيقية، وفوق هذا كله عم يصير عندي إحساس غريب بأنه نحن هلأ بخطر كبير. صارت الحلول المطروحة قدامنا قليلة كتير. كل مرة عم تواجهنا عقبة غريبة وعم نضطر نغير الاستراتيجية المتبعينها تماماً. ما بعرف إذا أنتوا حاسين بهالمشكلة مثلي، بس أكتر شي عم يقهرني حالياً هو إنه الناس اللي كانوا يشتغلوا معنا واللي نحن عم ندعمهم انقلبوا وصاروا يوقفوا ضدنا، وصاروا هن الخطر الأول علينا. مشان هيك لازم نقطع هالروس اللي تطاولت على أسيادها حتى يكونوا عبرة للناس الجدد اللي عم يشتغلوا معنا حالياً. اتركونا من هالحكي هلأ واحكوا لنا عن آخر التطورات بالبلد. الدولة عم تحاول تضغط علينا بكل الوسائل. الإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الحكومة عم يكون لها تأثير كبير ببعد الشعب عنا وعن التنظيم. لهيك أنا برأيي نحن بحاجة لناس بيروقراطيين ينسفوا هذا التقارب بين الشعب والدولة. يعني إذا ما كثفنا جهودنا فأنا متأكد أنه خسارتنا بالانتخابات رح تكون أكيدة. هذا بغض النظر عن المشاكل اللي عم يتعرض لها زيدان بالجبل. أنا آسف أنه ما سمعتكم أخبار حلوة، بس بصراحة هذا هو الواقع اللي عم نمر فيه بهالفترة. أنا شايف إنه أهم المشاكل اللي نحن عم نواجهها هي خسارة الناس اللي نحن عم نرشحهم بالانتخابات. مشان هيك لازم نرجع نسيطر على صناديق الاقتراع ونحاول نلعب بالأصوات، وحتى لو اضطر الأمر لتزوير عدد كبير من الأصوات، لأنه مثل ما بتعرفوا الانتخابات هي نقطة تحول بالنسبة إلنا. وإذا الشعب وأهالي المناطق النائية عم يرفضوا الخيارات اللي نحن عم نفرضها عليهم فلازم نحتال على الموضوع بطريقة أو بأخرى. يعني ما في أي مشكلة بأنه نستعمل القوة والعنف لنفرض رأينا بهالفترة. الانتخابات موضوع حساس جدا وما لازم يفلت من بين إيدينا شو ما كانت الظروف. الأتراك لساتهم متمسكين بالمبادئ القديمة اللي بقيت معهم من أيام حكمهم العثماني للبلاد. صحيح إنه في شوية شوائب قدرنا نزرعها بعقولهم، بس ما كانت كافية أبداً لأنه نقدر نشتري عقول وضمائر الشعب. يعني باختصار كنا مفكرين الموضوع رح يكون أسهل من هيك بكتير، بس للأسف طلعنا غلطانين.
با سربازان دام گذاشتند. چی مردن آنها را تماشا کرده میستیم طاهر؟ باید یگان کاری کنیم. من از پس سلاح دارم گذاشته کوشش میکنم پیش راهی سربازان را گیرم. خدا مدد دارد طاهر. با تو هم. بیایید عجلتان رسیده است. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. همتون میمیرید. ایسته! نزدیک نشوید! ایسته! دام گذاشتن! ایسته! پرونت! خدایا این چی؟ زینب ایست. برفین با دقت باش. خدایا کمک کن.
ابله‌ها کنی پرانت آنها دشمنانتان هستند. اصلا دشمنانی با شماه. آنها همشون فرزندانی ما هستند. شما برادر را با برادر جنگ میاندازید. بیناموس‌ها. راست. شما بی‌شرفان، شما بی ایمان ها، شما پیدینان، شما از خدا نمیترسید. حالا ایستید. تسلیم میشویم. نپرانید کماندون، نپرانید. نپرانید. باز کنید. تسلیم میشویم. در جایهایتان ایستید. بیا این رو بین، این دفعه کارمون آمد نکرد. آقایونها حالا ایستید. من با شما چیکار میکنم؟ گوش کن، تو ما رو پناه کن. اگر من میرم تشکیلم نیز میشود ابله. چی ما رو پرونم سینون؟ ای حیوان، این چیکار گپ؟ تو ایستاده میخواهی مرا پروننده؟ اما نگوی ابله. قماندان منم، هرچی گویم همان میشود. بیا با من بیا. چطوری ابله؟ جان شما شیرین بود از جان منه؟ ابله های ترسو. خدایا صد شکری نامد که براتم رها یافت. دعوای خونی سری بیشاگی ها را خورد. رفته پیشترم را یافته به او خبر میدهم. من هم از اینجا به ده هم میروم. اما که نیاد اگر به ده رفتنی خواهد با دقت باشید. چی بخیر؟ چرا اینطور میکنی؟ سیلادران به ده هجوم کردند، اما با کمک دکتر یابی کلان یک قسمشان را دستگیر کردند، قسم دیگرشان گریختند. در کجا بودنشان معلوم نیست. دکتر یابی کلان گفتی؟ نه خواهد جان، دکتر یابی کلان آقای طاهر. نهاد مرا هم به ده هاتون بر. بیا زودتر روید. زودتر. تشکر قماندان. خداوند از ما سلامت باشید. ما را تنها نگذاشتید. به شما هم تشکر. حیات همه ما را نجات دادی دکتر. خدا از تو راضی باشد. من کاری نکردم. اصلا آنها کمک کردند. اما این طور نمیشود قماندان. باید این ده ما ویزانی خود را داشته باشند. راست میگویی. این مسئله رو میبینیم. به همه‌تان تشکر. به شما تشکر آقای قماندان. مبارزه را دوام میدهیم. با آنها ضربه سخت زدیم. زود به خود نمیآیند. رفته. خوش است. شما مسئله اسیرها و مرده ها رو بینید. اطاعت قماندان.
رفتیم زودتر باش. چند نفر گریختن. من باید کمک رو یابیم. کنیم. چرا تشکر. رفتیم. از پسی کار میشه. تو خوب هستی؟ شکر خوبم. اگر برفین رو میدیدم باز بهتر میشدم. برا بیسرم مادر؟ بیسرم مادر جان رها یافتی بیسرم. دوای خونی با آخر رسید. از دریا بکو گوش میکنم دریا. احوالمون وزنین است. ما را تار و مار کردن. از شما کمک میخواهیم. شما ما را فهمیدید. از شما کمک میخواهیم. فهمیدیم. شما را فهمیدیم. چی واقع شد؟ بدام افتیدیم. تلفات زیاد است. مردمی دیه به ما کمک نکردند. این خیانتی کرده شان به جواب نمیماند. زودتر به ما کمک فرستید. در کجایید؟ جایتان را گویید. در نزدیک های دهه قرلی، در خرابزار نزدی وادی. کمک میفرستیم. انتظار شوید. نه دکتر، حاضر آدمانمان بیایند. هم تو و هم معلمت را میکشم. هر دویتان را نیست میکنم. به آن دنیا میفرستم. طاهر کجا شد؟ باید تا این وقت برمیگشت. با این احوال به کجا میروی زینب؟ کمی دیگر ایست. انتظار شد. انشالله میآید. مادر جان، دختر طاهر. خدا را شکر. خواهرکم خواهر جان. شرف میده تقدیم میکند. مادر مادر جان، من اومدم. بیسر جانکم. آی اوزون، دوربین را ده. هجوم میکنیم سینو. بله، یک طرف. سراسیمه نشو. انتظار میشویم. کمی انتظار میشویم. برای چی؟ امروز روز جمعه است. وقتی نماز را انتظار میشویم. همین که مردان دیه به مسجد در آمدن، درشان را زنجیر بند میکنیم. انا بدخورد و کلان، زن و کودک نگفته، همهشان را جزا میدهیم. باز اگر دکتر و معلمه را یابیم عالم گلستان می شود. گیر دخترم. تشکرم. خوش شود. خیر، شما به حضور باشید. من در بیرون می شود. تشکر. یعنی امکم اکم رو
جیانی خودشون رو کشتن همین طور. افسوسم این طور زینب. زینب زیر نشو. بین ما و آقای حامید دوای خونی نبوده است، اما ما رو سالهای در روز بیهوده عذاب دادند. نهایت حقیقت روی آب آمد. همتان رها یافتید. طاهر بیا پگاه با دیه برگردیم. زینب با بیمارخانه رفتن من در این حالت با بیمارخانه رفتن نمیتوانم. باید پدرم رو یابم. پدرم این خیانت رو فهمیده در چه حال باشند. زینب راه پسرم زنت را تنها نگذار، احوالش خوب نیست. رافع خوین دوای خونین گفته چه بلاهایی به سرمان آورد. معلوم می شود که قاتل خودش بوده است. مادر جان چرا جیانش را کشته پدرم را گناهکار کرد؟ من از کجا میدانم؟ این را تنها خدا میداند. ای ابله‌های نابکار، شما چی کار کردید؟ حیات مرا سوزاندید. با خدا ما گناهی نداریم. کسی به او کمک کرده است وگرنه گریخته نمیتوانید. بد کن، دمت را گیر بی ناموس. چرا عصبی میشوی رافع؟ خیلی گریخته است. قیامت خواهی نشده است کو. ای زن، تو از هیچ چیز خبر نداری. بیهوده گپ نزن. من از اینجا میروم. دیگر علاج نیست. من در اینجا نمیستم. پدر مرا سر ده. تو چی ها میگویی رافع؟ برای چی میروی؟ آقای رافع شما چیکار کردید؟ من چیکار کردم؟ بخیر است رئیس؟ میگویند که خبری بد زود پخش می شود. نهاد زیرال راه گرفته به نزد حامید رفته است. رفتند؟ آقای رافع اگر گفته های ناهید درست باشند وای بر حال شما، وای بر حال شما. نهادی بدبخت چی گفته است آخر؟ او چی را مرا سر دهید. مالل روم. مرا سر دهید بگویم. سر دهید. آقای رافع رافع شهباز خیر تو به ما فهمان چی شده است؟ آخر برای چی این طور رفتار میکند؟ آخر بگه به خدا چیکار گفتنم رو نمیدانم. نهادی چوپان نگرفتی پسری امکی حامید بیلال را امکی رافع پرانده کشته است. این طور نگوی دخترم این دخترم. یعنی گلی اگر تهمت نشد آقای رافع مگر گرخته میرفته؟ ای خودتون یک فکر کنید. بلاس بر سری ما من از کجا دارم کلبان باز بر سرت را بس کنید افا جون باز بر سرت را مادر جون بس کنید افا جون شد تمام آرام شده باز بر سرت مادر جون تمام به خود گوید افا جون چی میگوشید برای این زیوا چی تبلیغا میکنیم. خدا از شما راضی باشد. اگر شما نمی شدید فرزندانم پریشان می شدند. چی شده است؟ من چی کار کردم خواهرم؟ تنها یک بیگاه در خانه مهمان کردم و خواست. شما خواتیر نشوید. یک جویه می رویم. در اون طرف خش و اقربا زیادن. آنها کمک میکنند. مایلش بسیار خوب. من هم با شما کمک میکنم. باید هر چی زودتر براه برایید. امروز جمعه است. همین که نماز جمعه را خونیم براه میبریم. خواتیر نشوید آقای دکتر. ما رو بخبر نگذارید دخترم. مایلش مادر جون. خواتیر نشوید. اگه خدا نگهبانتون خواهرکم. خدا نگهبانتون.
به دلا سلام مرا رسانید. برای مراسم فاتحه‌اش ما را انتظار نشود. میدانید دلا به شما امانت. فاتحه‌اش را هر وقتی خواهید گذرانید. میلش یلمز، تو خواطر نشو. خیر. خدا حافظ. بیایید زودتر. آماده مادر جون. بیا رفتیم دخترم. نروید. ینگه گلی نروید. بیایید رفتیم. پدر جون. خوبی؟ پسرم علی، من برگشتم. نکهی بدبختم در کجاست ینگه؟ وقتی فهمید که نهاد و زیول به نزد شما رفتن برآمده رفت. این چول هستن؟ چیز و چوراتون رو برای چی جمع کردید ها؟ ما میرویم حمید، دیگر طاقتی در اینجا استادن رو نداریم. اینطور نمیشود ینگه. شما چی گناه دارید؟ آخر گناهگار حکم است. شما چرا میروید؟ ینگه این خانه از شماست. این حاصل مهنت هممون است. من شما را با هیچ کجا رفتن نمیمانم. نه حمید، نه این کار آسان نیست. ما را ببخشید. کسی نموند پدر. همه‌شون رفتن. کاش اقام و اکای تویر اینجا میشود. از این پس نمیدونم برای طاهر و زینب چطور نگاه کنم پسرم. رفتیم پدر. به نماز جمعه دیر نمونه. رفتیم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو باخبر شوید. کنی بیاید. در رو زود مکف کن. گوش کن، باید یکان کس نبراید. اگر کسی براید پرونید. اینها را با آن دنیا میفرستم. خواهنه های بیناموس فکر کردید که انتقامم را نمیگیرم. اوزون زودتر شما در نوبداری استید. شما باشد با من بیاید. بیا اوزون بیا. این صدای چیست؟ همه‌شون را برارید. زنها را، کودکها را، همه‌شون را برارید.
که همه‌شون خیانتکارن براره. خاله چی شده دخترم؟ بخیر است؟ سینام با سیلادرون به اینجا میآید. زود از دری پس گریز. در کهدانی که پنهان شو. شما هم بیایید. نترس دخترم، به من هیچ چیز نمیشد. ویلش کنی اوزون دوتر بیاید. به من گوش کنید. همه جا را کابید. نه کودک و نه زن نماند. رفتیم. خوب شده است. کنی اینجا برا. در خانه بغیر از تو یگان نفری دیگری هست. نه کسی نیست. کنی یاد بکن. یک راه پنهانی است. کنی رفته بین حضور. مرا در بیرون انتظار شو. همتون جزایتون رو میبینید. کنی راه کرده. رفتیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بزن چی شد؟ کسی نیست اینو. درایت کنه گذار این طرف گذار این طرف گذار گفتم گذار به این طرف گذار نواز نبراره امروز در این دهه یک روزی خاطرمان می شود هیچگاه فراموش نمی کنید هیچگاه سزای خیانت همین است آنها را در آنجا محکم کردیم زن و کودکانشان باشن قصر می سوزند قصر می سوزند السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله این داروها رو صبح و شام در یک روز 2 مرتبه نوشید امکی حمید به شما فایده میرسوند آرام میشوید. تشکر دخترم تشکر. زیغ نشوید. کی طور زیغ نشوم دیلو آخر به دختر و دامادم اینقدر جبر کردم از ترس من بر آمده رفتن. ایلا خالای زیلال اومدند. خالای زیلال دخترم ببین کی ها رو آوردم. آقای طاهر زینب دیلا دکانه جان چی حال داری دیلا؟ خوبم شما رو دیده باز بهتر شدم. دیلا دخترم دعوای خونی بین ما و حامید به آخر رسید ما رها یافتیم.
شنیدم خاله جان، مردم دیها همه این رو فهمیدن. بله. پدرم در کجایند؟ چه حال دارند؟ عصبهاشان خیلی خراب شدند. با اون کس دارو دادم، حاضر در درونند. زینب دخترم با نزدی پدرت نمیروی زینب؟ نمیدونم طاهر. کارهایی در حقمون کردهشون رو فراموش کرده نمیتوانم. احوالشون هم خوب نیست. حتی چیزی بوده نتوانستند. معلوم است که خیلی غمگین شدن. آخر آسان نیست. برای به خود آمدنشون وقت لازم است. دخترم خوش خبر. بدفین و یولمز را یافته. شما چه میگویید خاله جان؟ حالا در کجایند؟ در دیهای کرالیاند. از اونجا به شهر میروند. شکر که رها یافتند. اکنون سینان آنها نمییابد. بله، انشاءالله از سینان خلاص میشوند. انشاءالله. ولی گذاره گذر گذر به این طرف به این طرف نجدنا گذار نمازراده گفتم نقمو نکن گذار گذار مادرانی خواهین ها گذار گذار خواهین ها وقفوا لشوف وقفوا الكل واقف يلا مگر انسان همین قدر برهم میشود و تو چه خیلی انسان هستی برا بیرون برا گفتم شرف مدی تقدیم میکند. dünya tabi gelse derdime çare dünya tabi gelse derdime çare derdimin dermanı ana doğmana kalsın derdimin dermanı anam doğmana خواهین ها رفتیم راه گردید میرویم راه گردید بیرون خود چکار بکنم همه مردان دیه رو در اینجا محکم کردن زنان و کودکان باشن به پناه موندن فقط زنها موندن آخر آنها چکار میکنن باید از اینجا برایم اینجا راهی بر اومد نیست خدایا این چه احوال است
زنان و کودکان را کشته تا درمان باشد. بی‌شرفا! بی‌ناموسا! بی‌شرفا! يا اخواني خلونا نمشي هلا، يمكن يعرفوا مع مين عم يلعبوا. يلا يلا بسرعة يلا. رفته بچه ها زودتر بالها کن بالها باید بچه Pirukale jinuhare Lori 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 kam Sabru ala najinam Tüdü hali berçavem Şarenaye Lori, lori, lori kam Sabru ala najinam Tüdü hali berçavem Şarenaye jidestem Lori, lori, lori kam Sabru ala najinam Tüdü hali berçavem Şarenaye jidestem Lori, lori, lori kam Sabru ala najinam Tüdü hali berçavem Şarenaye jidestem Lori, lori Sabru ala najinam Tüdü hali berçavem Şarenaye jidestem Lori, lori Barfin!
جان مادر جان خالا برفین در کجاست؟ سینا مادر جان مادر جان مادر جان برین کوره به درمان باوم گلوچ چه حاله مگری شین زلاله شین زواله گلوچ خزانه مگری خملانه مگری اوچ و حاله شرف مدیا تقدیم میکند. آقای قماندان، جزای خائنان دهه قرلی را که به ما خیانت کرده بودند به پرگی دادیم. ولی خیابی کلام را سینا دختر و معلمه را نیست کن. با کمال میل قماندان و جان دیه. آزان بیا، رفتیم آلدو خیلی زیبا شده است. آفرین. در حقیقت موفقیت خوبی به دست آورده. آفرین. کاری نکردم آقای دکتر، آخرین وظیفه ماست. گشوده شدن مکتب رو باید زود به دهه‌های همسایه خبر رسانیم. طاهر آلدو این کارو حل میکنه. ما خبر میرسونم معلمه، شما خواطر نشوید. تشکر آلدو، خدا از تو راضی باشد. خدا از شما هم راضی باشد معلمه. ادو به چی میگیم؟ ادو
بخیر از خانم قیزبان؟ چی میخواهم؟ بسیار چی میخواهم؟ شنیدم که به دههای همسایه میرسی. اگر نگویی با تو رفتنیم. نه میگویم نمیشود. من باز کارهای زیاد دارم. کارهایم خیلی زیاد. اگر تو با من روی گوشم پریشان میشم. همه کارم میماند. بیا پس کن آقای الدو. مکتب رو ختم کردی؟ حتی رئیس ناحیه به نظرت اومد؟ نه اون مکتب برای من بسنده نیست خانم قیزبان. بسنده نیست. کدام مکتبی که نباشد همش را میخونم. ببخشید وقتی به شما صحبت کردن ندارم. خیر. الدو ایستو. یعنی همش رو میخونده؟ به من اهمیت نمیدهد. قیزبونی احمق. در وقتش ایرو در نمیشماریدی. الدو ایستین آقای الدو ایستین. مکتب خیلی زیبا شده است. این خیلی شدنش رو انتظار نبودم. در حقیقت خیلی زیبا شده است و خیلی خوب شد که نام رحمتی رئیس ناحیه رو با اون گذاشتیم. بله. زینب اما تو با این احوالات نه طاهر، حالا یگون چیز مرا به مثل این مکتب صحت کرده نمیتواند و هم دعوای خونین به آخر رسید. اکنون من تماما صحتم. لیکن ما نباید سینان را فراموش کنیم. خودت میدانی که تشکیلات فرمان کشتن ما را داده است زینب. من نمیترسم طاهر. اجل یک است، تغییر نمییابد. اگر آمدنی باشد گریخته نمیشود. من آماده‌ام که تا نفس آخرینم وظیفه در نزدم بوده رو اجرا کنم. همه ما یک روز میمیریم. هیچ نباشد آخرتمون رو نجات میدهیم. راست میگویی زینب. پیناشه سربازان لیوان سینو. میبینم اوزان و دهه آبی کلان میروند. اونها در دهه آبی کلان چی کار میکنند؟ کنی به من دوزان دریا گوش میکند. در آبی کلان سربازان پیدا شدند. از آنجا رفت سینو. در دهه انتخابات است. در نزد صندوق خودمان را گذار. اینش نفرانی باشند که مردم آنها را دانند. خوب شده از قماندان فهما. دکتر از دستی من رهایی نداری. من البته راهی کشتنیت را میابم. بزرگ آهسته میرویم. رفتیم. با وکیل رئیس ناحیه واخوردیم. همه چیزهای لازمه آماده شدند. نفرانی که محافظ شدن میخواهند میتوانند از همین روز نامنمای شوند. بچه ها با آنها کمک میکنند. آقای دکتر اگر شما و رئیس به بچه ها کمک کنید در مدت کوتاه همه‌اش را حل میکنید. تشکر قماندان. معلوم است که شما همه وقت در اینجا بودن نمیتوانید. تشکیل نمودن این محافظان برای همه خوب میشود. ما باید رویم. برای کمکتان از شما منت داریم. استغفرالله این طور نگوید. این ما از شما منت داریم. رفتیم بچه ها. یلماز؟ برای چی برگشت؟ یلماز چی شد؟ برفین در کجاست؟ برفینم رو از من گرفتن.
Audio Jungle.